بینندگان عزیز و مخلصان گوشین جودو اینک ما توجه میکنیم باز به سبقت‌های خیلی جالب و جذاب نیروسنجی‌هایی که البته باز هم انتظارش بودیم. مسابقات گرند پری زاگرب خربات را توقف گردید و باز هم علی جان سفرعلیف یک چهره جوان و امید بخش کشور را میبینیم که در رقابت اول با حریفش بونچیچ هم رقابت را نوکک شروع کرد و امیدواریم که امروز هم اعضایان منتخب جمهوری تاجیکستان طبعی مخلصان گوشتین جودوی کشور را شاد خواهند کرد. امروز هم تعدادی اشتراکچیان در شهر زاگرب خرباتی از جمهوری تاجیکستان زیادند و باوری داریم که اکنون با یک مسئولیت جدی و باز هم با همان نشان دادن مهارت و استعداد والا پهلوانان از خود باز هم خبر میدهند. توجه میکنیم که علی جان حالا امتیازی از دست داده است. اینجا هم روندی مبارزه دیگر به مسابقه می‌شود که در رفت مسابقات پهلوان ما اند که باز هم مسئولیتناک باشد، چون که مبارزه این دور خیلی البته باز هم نتیجه خوبتر را باید به بار آورد. در تلاش پهلوان تاجیک اندک باز هم حالت سهلنگاری به نظر رسیدیم رو هم رفتی میدانداری دیگر بارا نشان میدهد. یک حرکت دیگر پهلوان جمهوری تاجیکستان خیلی مساعدت کننده بود نسبت به آن دقیقه های اولی که اینجا ما مشاهده کردیم، اما وقت دیگر باره تقاضا میکند که خیلی کم باقی مانده است. این رو هم باید پهلوان ما ثمرناک استفاده کند. داور در جریان بهاگذاری هم با کمکی همان حالت‌های تکراری نیاز داشت، اما چیزی نیست، چون داور اشاره میکند که رفتی سبقت در دوری اول برای ورزشگری تاجیکستان چندان خوب انجام نیافت. علی جان سفرعلی حرکتش خوب است، از بالا داشتن برایش مساعدت کننده است. حلوک داخله خیلی هم یک حرکت دیگر، اما اینجا کوشش نماینده بله کوشش علی جان نبود. اینجا حرکتی که ما مشاهده کردیم که داور هم اندکی به شبهه افتاد. دو بار است که علی جان سفرعلی در این جریان رجوع میکند برای برابر کردن نتیجه سبقت. اگر این کار کاملا از جانب ورزشگری ما حرکتی آخرین استفاده کرده شده باشد، آنگاه خوش به حال علی جان و مخلصانش. اگر نه ما در مورد تکراری نمیتوانیم که به شما منظور کنیم، چون که مرحله مقدماتی با همین ترتیب منظوری ما میگرد. من فکر میکنم که اینجا نیروسنجی حرکت از جانب نماینده سربیا بود. حالا بیاد یک اندک توجه میکنیم به رفتی بهاگذاری یا حالت بحث ناک، چون میبینیم که زود اینجا هم علی جان سفرعلی به میان میآورد. وقت هم اندک طول کشید، چیزی نیست. بله دیدید که در میدان زاگرب حرکتی که ما دید بسیار هم خوب بود. اگر در گوشین ملی این عامل باعثی البته سرافزاری و ضرری دیگر رو هم از دست داد علی جان سفرعلی و با همین ترتیب از ادامه رقابت‌های مسابقات با نفوذ محروم می شود و پهلوان ما در این دیدار نتوانست آن چیزی که میخواست در رفتی تلاش و کوشش‌هایش ثمر آوردن نتوانست و در زاگرب خرباتیا اولین دیدار خود را اینجا هم بدون موفقیت سامان داد. اکنون امیدواریم به دورهای بعدی، به مرحله هایی که البته ما را انتظار است،